لیکن انشالله ما به این درجه با نمی رویم. این روز ما تحلیل کرده برآمده ایستادیم. پس شوی شدتی گویی که بیماری علاقه شروع شده است. اگر با کمتر کارا را درست برآوریم، زحمت کشیم، من فکر میکنم که در هفته های نزدیک ما به هدف و مقصدهای خود میرسیم. هر شبانه روز چقدر از این بیماری سرایت یافتگان تبابت یافته از بیمارستان ها رخصتی می شوند و چقدر بستری می گردد، چقدر فوت داریم که مردم معلومات داشته باشند. این جای مسابقه نیست. هر چی که هست باید ما معلومات را به مردم رسانیم. این مریضی را حکومت مملکت نکرده است. این در تمام دنیا، حتی در کشورهای پیشرفته عالم چه حادثه است ما شما شاهد هستیم. تمام مردم تاجیکستان هم از این باخبر است و میداند. یعنی ما در شهر نایایی که چنین بیماری نیست، ما تبابت دیگر بیماری هایی که هستند آنها را فراموش کردن ما در کار نیست. حتما خدمت رسانی کنیم. اگر در بیمارستان ها شرایط نیست، در خانه آنها، در جای زیستی آنها، از حال و احوال آنها ما دائما باید با خبر باشیم و کمک رسانیم. وقت نشان داد من در ملاقات با زیانان مملکت به نزدیکی در کاخ باربد همین اندیشه را بیان کرده بودم درباره تیار کردن کادرهای صاحبکسب بلند اختصاص چی در داخل و چی در خارج کشور و مخصوصا درباره رشد علم و معارف و فنهای دقیق. اینا وقت نشان داد که ما در بسیار ساحه متخصصان ورزیده بلند اختصاص صاحبکسب نداریم. نه اینکه در یک ساحتی من درباره تکنولوژی گپ نمیزنم. من درباره استحصال و برآمدن دارواری حرف نمیزنم. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، агенти стандартизация, метрология, сертификация و ناظرات سودا و خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را ضرور است که به ثبت و صفت دارواری وارد شونده دقت اولین درجه داده وارد شدن داروهای پس‌صفت و مهلتشان گذشته را پیشگیری کنند. شما طبیبان محترم آن مکانیزم رساندن دارواری که تامین کرده می شود به مریضان نشان دهید با مردم چگونه مریضان چی در خانه چی در بیمارستان از دست طبیب دارو را قبول می کنند. چون که هر گونه آوازهای راست و دروغ را پهن می کنند. معلومات دادن به اهالی، رهبران مؤسسات طبی مملکت، مثلا پایتخت مملکت، من بار دیگر آگاه می کنم، تاکید می سازم آن کمک هایی که از جانب صاحبکاران خیلی زیاد من معلومات دارم، هر روز که معلومات میگیرم، هم مبلغ های پولی هم کمک های مادی دیگر، مواد غذایی، دارواری دیگر کمک ها میگیرین، درآمد کردن در کار بعدن خراجات همه از لحاظ طلبات های زمان و با حجت باشد. یک نفر کارمندی گویم که وی باشد تصادفی نام و مرتبه طب تاجیک بی‌آبرو می‌سازد. من در چندین واقعه ملاقات با کارمندان ساحه تندرستی همین سخن‌ها را گشته برگشته تاکید کرده بودم، باریگر تاکید می‌کنم. طبیب پیش از همه معامله خوب داشته باشد با مریضان. معامله خوب این گویم که 50% طبابت است. از بعض سوزندارو بهتر. دغلی کردن در کار نیست و مخصوصا در مرحله های یاری تعجیلی اولیه وقتی که مراجعت میکنن نزد شما میبین مردم را ناامید کردن در کار نیست، کمک کردن در کار، راه نشان دادن در کار، با کجا مراجعت کردن، با کجا رفتن، در کجا وای کردن، اقلا در مؤسسه شما که جای نیست
اینا ارزش شکایت ها ناراضگی مردم خیلی زیاد است از بعضا طبیبا مؤسسه‌های طبابتی. ما امروز امکانیت خیلی وسیع داریم برای بستری کردن و طبابت کردن در یک پایتخت مملکت. حالا ما در آن جایی که وای داره در اینجا برای طبابت 500 جای این احتیاطی است. همین روز ما دیده برآمدیم زیاده از 3200 جای اضافگی احتیاطی آماده کرده شده است در یک شهر دوشنبه پایتخت مملکت. تحلیل کرده برآمدیم 10% مواد دارویی ضروری در داخل کشور استحصال کرده می شود خلاص. 90% دیگرش این از بیرون وارد کرده می شود. صدها میلیون دلار هر سال. ما در وقت فرماندهی با اهالی با متخصصان عالمان ساحه تاکید میکنیم که ما تنها درباره این ویروس حرف نزنیم. در اینجا میگوییم که فائز بیماری معینی با آن بیماری های شدید میگذارد که آنها در بدن خود علاقه چند نمود کسلی های دیگر را دارند. از آن جمله دیابت قند، خب بیماری های قلب، فشار بلندی، بیماری های التهاب شوش یا که پریمانیا میگوییم یا که دیگر کسلی ها یا که راه های نفس. لیکن ما توصیه دادن امان در کار است که آن بیمارانی که علاقه سالهای طولانی چنین اذیت میکشند از این بیماری ها چیکار کردنشان در کار، چگونه رفتار کردنشان در کار پیشگیری کرده شود که با همین کسلی گذرنده ویروس که گرفتار نگردند. یا اینکه ما میگیم فربیهی هم یکی از اونایی هستند که کسلی قند و دیابت قند و فشار بلندی و قلب و دیگر را آورده میرساند. لیکن برای پیش راهی فربیهی را گرفتن چی کار کردن امانده کار با مردم فهماندن امانده کار همینطور نیست. مثل که روز درباره منمی کرونا ویروس فهمانده ایستادیم. یکی سبب هایی که بعضا مریضان سخت شدتناک میگذرانند بعضا حالت های فوت هم است. انا سببش فهماندن امانده کار که مردم بیشتر با طرز حیاتی سالم مشغول شوند، با مشق و ترمیم مشغول باشند، نان را کم استعمال کنند، موادهای غذایی کالریشان بلند را کمتر. یکی از سببهای کسلی های دیگر این فربه‌شوی است. شما خوبتر میدانید سبب پیدایش کسلی التهاب شوش یا یکی پنیمونیا چی است؟ یکی اگر شمال کشیدگی باشد یک آنجا سردی دیگر، لیکن از لحاظ دیگرش به حرکتی بسیار خواب رفتن است. حتی در وقت جراحی طبیبان کوشش میکنند این یا آن اگر مریض بیمار را اگر جراحی باشد هر چی زودتر به پای خیزانند که با پنیمونیا گرفتار نگردند در بستر. انا این مردم فهماندن مونده کار که قدم زنن اقلا. و انمی روز ما تحلیل کرده ایستادم در ولایت ها در بعض شهر نویا عموما این ویروس وجود ندارد. برای چی؟ اساسا نوعی کشاورزی هستند. مردم زحمت میکشند، مردم مهنت میکنند، خونشان کار میکند. نه فربی هستند، نه کسلی دیابت قند هستند بیچارهشان، نه کسلی های التهاب شوش هستند، نه با این ویروس گرفتار میشن. یعنی ایمونیتیتی بلند دارند، مسئولیتی بلند دارند ارگانیسمشون. نیست در بسیار شهر نوعی مملکت این ویروس وجود ندارد. یعنی ما در وقت فهماندهی با مردم فهمانیم. ولی یک پرابلم دیگر در جمهوری یک بیماری فربه‌شوی است که این آورده میرساند با بیماری قند، دیابت قند، با فشار بلندی و کسلی های قلب و دیگر بیماری ها. در وقت سخنرانی فهمانده دادن با مردم همین چیزها را فهماندن در کار. یا طرز استعمال درست مواد غذایی. همه چی را ما داریم برای سلامتی انسان را نگاه داشتن، همه چی استحصال میکنیم و داریم. این میوه تر تازه از لحاظ اکولوژی که طبیعت تاجستان و دهقانان پرورش میکنند در بسیاری دولت‌های دنیا نیست. یا لوبیا گیاه، آنچه که برای انسان برای سلامتیش برای عمر دراز دیدنش همه چیش در ما هست.
این را به مردم کی میفهماند؟ متخصص، اساسا طبیبان. با سخن طبیب مردم اهمیت میدهد، دقت میدهد، گوش میدهد، رعایت میکند. و ببینید امروز دوستان عزیز، تمام دنیا پیش از همه خانه خدا را بستند، مسجدها را بستند، افطار کردن بستند، تراویح کردن منع کردند. همه به خاطر چیه؟ به خاطر امنیت سالم نگاه داشتن ملت و خلقهای خودشان. یعنی مسجد کی می رود؟ مسجد آدم سالم، فردی سالم می رود. بهترین کادرها را گیریم، باز آموزی روان کنیم، بهترین کادرها را تربیت کنیم، چی در داخل و چی در خارج. همه طرف دستگیری کردن نکن. هر سال کسانی های از ماه سپتامبر تا ماه اپریل زکام موسمی ABC گیپاتیت داریم، یعنی سرپرمی. با دیگر کسانی ها داریم، یعنی مثل بنامین که تمام دنیا را در حیرت گذاشت. تمام دنیا، دولت های حتی پیشرفته. حالا بسیار من تحلیل کرده میبرم در جهان چی است. در تمام دولت های دنیا از شماره مریض شدگان، کسل شدگان همین با همین ویروس همگی 26% بستری شدند. در روسیه 28%. دیگر در خانه ها یگان دولت دنیا امکانیت ندارد که همه مریض شدگان را بستری سازد. به این نگاه نکرده ما چنین شرایط مهیا کنیم. حالا هست داریم، ما زیاده از 50,000 رخت خواب داریم یا که جای خواب در مملکت. در بسیار شهر نایاب پرابلم جدی نیست، لیکن باز هم بنیاد کردن ما در کار. در یک جایگی با صاحبکاران، حاکمیت های محلی با مردم در ظرف یک سال اقلا برای 100 جای، برای 150 جای اهالی در نگاه کرده، برای 40-50 جای با تمام شرایط ضروری. همچنین میخواهم سپاس خود را به مردم شریف تاجیکستان بیان نمایم، زیرا میبینم که ساکنان مملکت از پایتخت سر کرده توصیه های طبیبان و متخصصان را رعایت کرده ایستادند. در حالی که ما کرانتین اعلان نکرده ایم، شهروندان ما با رعایت طلبات بهداشتی و ترتیب و نظام با پسشوی شدت بیماری کمک کرده ایستادند. تحلیل ها هم نشان میدهند که وضعیت رو به بهبودی آورده ایستاده است. هر یک ساکن کشور را ضرور است که به خاطر هر چه زودتر برطرف گردیدن این بیماری رعایت قطعی قاعده های بهداشتی را ادامه دهد. بار دیگر تاکید میکنم که سلامتی هر یک شخص پیش از همه در دست خود اوست و تبابت بیماری نیز در صورت همکاری مردم با طبیبان نتیجه نیک می‌دهد. ما باید هرگز رو افتاده نشویم و کوشش کنیم و باور داشته باشیم که با تلاش و مبارزه متحد و سرجمعانه البته از این وضع دشوار می‌براییم. من در سخنرانی‌های خود بارها گفتم و امروز بار دیگر تکرار میکنم که زندگی از روز تولد تا دم واپسین عمر انسان مبارزه است. در این مبارزه شخص دست بالا می شود که اراده قوی و امید به فردا داشته عقل، ذکاوت، دانش و تجربه و ملکه و مهارت خود را استفاده می‌برد. مردم تاجیک حتی در زمان استقلال دوره‌های از این بیماری چندین برابر وزن‌تر را پس سر کردند. دلپرانه ابراز می‌دارم که این مرحله مشکل را نیز با سر بلند سپری می‌کنند. همچنین با اطمینان اظهار می‌نمایم که طبیبان ما از عهده حل دشوارترین مسائل می‌برایند و در پیشگیری کردن پهشوی منبع این بیماری و تبابت آن نیز با کمال مسئولیت و احساس گرم انسان دوستی غالب می‌برایند. در آخر
با همه شما طبیبان و همشیراهای شفقت برای کار آرزو می نمایم. رهبر دولت همیشه با شما و در فکر دستگیری شماست. ما همه یک جا در این مبارزه حتما دست بالا می شویم و سالمی مردم کشورمان را تأمین می کنیم. سلامت و سربلند باشید. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر